باید برای کار تلاش کنیم که فکر میکنیم نمیتوانیم آن را انجام دهیم. این عباره زیبا تاکید میکند که از دایره راحتی خود بیرون برآمده به خود باز هم هدفهای بزرگتر گذاریم. بسیار وقت ما خود آموزی میکنیم، پیش فکر میکنیم که من این یا آن کار را انجام داده نمیتوانم و همین اندیشه باعث می شود که اصلا تلاش هم نمی کنیم. واقعا برای انکشاف یافتن و قوی تر شدن انسان باید به حدی امکانات خود فشار آورد و کارها را سنجد که به نظرش دشوار یا غیر امکان می نماید. مثلا یک دانشجو که گمان دارد هیچگاه نمی تواند در جمعیت سخنرانی کند، باید مخصوص برای مشق این کار کوشش نماید. ممکن است اول دشوار باشد ولی هر دفعه بهتر می شود. یا یک صاحبکار که فکر می کند وارد بازاری بزرگ شده برایش ناممکن است، تدریجاً جرأت نموده به آن بازار راه یابد. به این طرز سرحدی توانایی‌های خود را وسیع می‌کنید. پس هرگاه در دل گفتید من این را نمی‌توانم، خودتان را به تلاش کردن وادار کنید. شاید حیرت زده می‌شوید وقتی که با زحمت و متانت چه کارها را انجام داده می‌توانید که قبلا غیر امکان می‌شماریدید. با خیرت بمانید عزیزان تا بهترین ها را بشنوید.